عزیز من همیشه گفتم و خدا قسم اسرائیل گاهی اوقات وقت می آید که هیچ آمادگی نداری. وقت آمد که در بال طیاره چسبیده بودن، نه کلمه یادشان بود، نه مسجد یادشان بود، نه الله یادشان بود، نه رسول الله یادشان بود. آمریکا 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 می گفتن. همونجا اسرائیل به سراغشان رسید. چی بندی دل در این دنیا که چندین روز مهمانی، چون آگه مرگ آید پیش خوری آن دم پشیمانی. اونهایی که با آمریکا رفتن پشیمان میشوند، در وقت جان دادن پشیمان میشوند. چون آگه مرگ آید پیش خوری آن دم پشیمانی. سوار در مرکبی چوبی اگر قصر زرین داری، اگر شاه و اگر درویش اگر ملک جهان داری، دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری. به حال خود مشو غافل که جای زیر زمین داری. چی میگه؟ کجا شد آدم و حوا، کجا شد یوسف و موسی، کجا شد ایوب و یحیی، کجا شد نوح طوفانی. حضرت نوح 1450 سال به گفته قاضی ثناءالله پانیپتی رحمت الله علیه 1450 سال عمر کرد. 1450 سال از حضرت نوح پرسان کردن دنیا را چطور پیدا کردی؟ گفت دنیا را مثل دو دروازه، از یکیش داخل شدم از دیگرش بیرون شدم. و خدا قسم این دنیا بقا ندارد. بیاییم دامن الله را ترک نکنیم. این بحرانی که فعلا دامن افغانستان را گرفته نگران نشوین عزیزان من. این بانک‌های بسته شما را نگران نکند. این که در بازار کساد آمده، فروش نیست، سودا نیست، مالها زیاد شده شما را فریب ندهد. امتحان خدا هست، امتحان پروردگار عالم است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما شما را آزمایش میکنیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف، شما را میترسانیم. اینهایی که میترسیدن از امارت اسلامی آزمایش خدا بود. من الخوف، از انسان نترسید، از مسلمان نترسید. اگر ظلماً کشته میشین شهید هستید ولو از دست مسلمان باشد، ولی اگر با محبت کافر میمورید. شاعر میگه در حرم زاد و کلیسا را مرید. در حرم زاده شده، در حرم تولد شده، در مکه، در کشور اسلامی افغانستان در حرم زاد و کلیسا را مرید. در افغانستان تولد شده ولی عشق و محبت کلیسای آمریکا داره. پرده ناموس ما را بردارید، ملت اغیار را رحمت شمرد. او ملت آمریکا را رحمت میداند. ملت اغیار را رحمت شمرد، رقص ها گرد کلیسا کرد و مرد. رقص به گرد کلیسا کرد و مرد. و خدا قسم الله پرسان میکنه. من یک سوال دارم از اونهایی که در آمریکا رفتن. این یک عزیز تماس گرفته، عزیز گفتم چون مسلمان از دل